بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. بینندگان گرامی، در قسمت قبلی در مورد این صحبت کردیم که در واقع ولایت تکوینی خاصه الله سبحانه و تعالی است و کسی دیگر در آن دخل و تصرفی ندارد. و به این موضوع اشاره کردیم در اخیر برنامه که انشاءالله در این برنامه در مورد موضوع صحبت خواهیم کرد، همان موضوعی که مشرکین مکه هم، مشرکین قریش هم با این طرز فکر همچنان بودند. یعنی نمی گفتند که خالق کسی دیگری است، رازق کسی دیگری است، که ما از آیات قرآن عظیم الشأن به این موضوع هم اشاره خواهیم کرد. و شما پی خواهید برد که بعضی از این افرادی که امروز این حرفها را میزنند، حتی شرک اینها بدتر از شرک مشرکان قریش شده. یعنی به اندازه بالا رفتن که حتی مشرکین قریش باید در مقابل اینها عاجز بشن. به هر حال خود شما قضاوت کنید. بعد از این که این آیات را میخوانیم و عقیده و فکر مشرکین مکه را بیان خواهیم کرد، شما خواهید دانست که این افراد حکم و جایگاه آنها کجاست. الله سبحانه و تعالی در آیت 34 در آیت 84 سوره مبارکه مؤمنون، از آیت 84 تا آیت 89 پروردگار متعال اشاراتی به این موضوع می کند. می فرماید: قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. بگویید که زمین و آنچه که در آن کسانی که در زمین هستند از آن کیست؟ برای کیست؟ قدرت اینها در دست کیست؟ یعنی قدرتی که اینها را آفریده، چی کسی به اینها رزق و روزی میده؟ چی کسی به اینها توجه داره؟ چی کسی مراقب اینهاست؟ قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. بگویید آنچه که در زمین است و کسانی که خود زمین و افرادی که در روی زمین هستند، اینها از آن کی هستند؟ مالک اینها کیست؟ سیقولون لله. آنها خواهند گفت که الله متعال سبحانه و تعالی است. خواهند گفت که این آسمان ها و زمین قدرتش در دست الله است. این افرادی که در روی زمین زندگی می کنند، خالق آنها و مالک آنها الله است. قل افلا تذکرون. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بگو به اینها چرا شما پندپذیر نمیشین؟ خب وقتی که میدانین چرا به الله یکتا ایمان نمیارید؟ باز هم دنبال بت‌ها، باز هم دنبال همان شرکیات و کفریات، باز هم به دنبال غیر خدا خواندن. مشرکین قریش در توحید ربوبیت مشکل نداشتند. نمی گفتند که الله متعال دوتاست، یا نمی گفتند که الله متعال رازق نیست، کسی دیگر رزق می دهد، یا الله متعال همراه الله متعال کسان دیگر هم برای ما اولاد می دهند یا کارهای دیگر می کنند. بلکه آنها را در کنار الله عبادت می کردند و می گفتند اینها وسیله ما برای الله هستند، طبقی که در آیات قرآن به صورت واضح این موضوع بیان شده. اینجا خداوند سبحانه و تعالی از اینها سوال میکنه، میگه که قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. بگید که این زمین و آنچه که در روی زمین است، تمام افرادی که در روی زمین هستند، اشیایی که در روی زمین هستند از آن کیست؟ بدون شک خواهند گفت سیقولون لله. خواهند گفت که اینها همه از آن الله هستند. قل، بگو ای پیامبر، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. الله سبحانه و تعالی می فرماید بگو که چی کسی است پروردگار و چی کسی است رب آسمانهای هفتگانه و رب عرش بزرگ. چی کسی است پروردگار عرش بزرگ؟ چی کسی است؟ باز هم سیقولون لله. خواهند گفت که اینها از آن خدا هستند، از آن الله هستند.
مشرکین امروزی میگویند که الله متعال هدایتشان کنه، میگویند که خالق آسمان ها و زمین کسی دیگر است، یا متصرف در آسمان ها و زمین کسی دیگر است. اما مشرکین قریش چی میگن؟ سیقولون لله، خالق آسمان ها و زمین الله است، خالق آسمان های هفتگانه الله است و خالق عرش هم الله سبحانه و تعالی است، رب عرش هم الله سبحانه و تعالی است. کسی دیگر در عرش پروردگار متعال دخل و تصرف ندارد. قل افلا تتقون، بگو ای پیامبر پس چرا شما پرهیزگار نمیشوید؟ چرا از خدا نمیترسید؟ چرا پرهیزگاری پیشه نمی کنید؟ چرا دست از این کفریات و شرکیات خودتان نمیکشید؟ با وجودی که شما اعتراف میکنید بر این که غیر الله سبحانه و تعالی دخل و تصرفی در اینها ندارند، با وجودی که شما اعتراف میکنید که الله سبحانه و تعالی است که هفت آسمان را آفریده، الله متعال هست که عرش را آفریده و اختیار اینها در دست الله است. و همچنین پروردگار سبحانه و تعالی میفرماید قل ای پیامبر باز هم از اینها بگو برای اینها و از اینها بپرس، من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون. الله تبارک و تعالی میفرماید ای پیامبر بگو که مالکیت از آن کیست، پادشاهی از آن کیست، اختیار همه اشیا در دست کیست؟ قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر، او اللهی است که پناه میدهد ولا یجار علیه، و کسی دیگر نمیتواند که از عذاب الهی به کسی دیگر پناه بگیرد. ان کنتم تعلمون، اگر شما میدانید. خب جواب بدید این را، مشرکین قریش این را جواب بدید. ملکیت و پادشاهی در دست کیست؟ سیقولون لله، باز هم خواهند گفت که این پادشاهی و این مالکیت در دستان الله است، در قدرت پروردگار سبحانه و تعالی قرار داره، در دستان الله متعال می باشه. عجیبه، مشرکین قریش اعتراف می کنند که همه اینها از آن الله هست، اما خودتان قضاوت کنید که مشرکین امروزی چی میگویند. در آیه دیگر در سوره مبارکه یونس آیت 31 الله سبحانه و تعالی میفرماید قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو ای پیامبر چی کسی است که شما را رزق میدهد، چی کسی است که از آسمان و زمین به شما روزی میدهد. از آسمان الله سبحانه و تعالی نعمت باران را برای شما میفرستد، بارش برای شما به وجود می آید، و از زمین هم الله سبحانه و تعالی گیاهان را برای شما می رویاند و رزق و روزی شما را الله آماده می کند. اما سوال بکن از اینها، از این مشرکین که من یرزقکم من السماء والارض، چی کسی از آسمان ها و زمین شما را رزق و روزی می دهد؟ اما یملک السمع والابصار، چی کسی است که مالک شنوایی شماست و مالک چشمه ها و بینایی شماست؟ چی کسی است؟ و من یخرج الحی من المیت، چی کسی است که زنده را از مرده بیرون می کند و یخرج المیت من الحی، و مرده را از زنده خارج می کند و بیرون می کند؟ چی کسی است؟ و من یدبر الامر، چی کسی است که امور را تدبیر می کند؟ تدبیر امور به دست اوست. چی کسی است؟ فسیقولون لله، آنها خواهند گفت که همه اینها در دستان الله است. فقل افلا تتقون، بگو پس چرا شما از خدا نمی ترسید؟ چرا تقوا پیشه نمی کنید؟ بحث ما اینجاست بینندگان عزیز، خودتان قضاوت کنید. این مشرکین قریش چی میگفتن؟ الله از اونها سوال میکنه که از پیامبرش، برای پیامبرش میگه پیامبر از اینها پرسان کن که شما را کی از آسمان ها و زمین قضا میدهد، رزق و روزی میدهد؟ میگوین الله. میگوید که چی کسی مالک چشمه ها و گوش های شماست؟ میگوین الله. میگوید که چی کسی مرده را از زنده و زنده را از مرده بیرون میکند؟ میگویند که الله. میگوید که چی کسی مدبر عالم هستی است؟
میگویند الله. اما مشرکین امروزی چی میگویند؟ برای خودشان افراد را ساختند و از پیش خود آنها را قادر بر همه چیز دانستند، آنها را مالک و متصرف همه آسمان ها و زمین دانستند. ولی الله سبحانه و تعالی این فکر را حتی از مشرکین مکه نفی می کند، از مشرکین قریش نفی می کند. مشرکین قریش همچون اعتقاد نداشتند، بلکه آنها بوتان را عبادت می کردند. در الوهیت الله سبحانه و تعالی آنها مشکل داشتند، اما در رب بودن الله و در ربوبیت الله سبحانه و تعالی مشکلی با پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشتند و آیات قرآن واضح این موضوع را برای ما بیان می کند. خب آیات دیگری هم در این مورد هست. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم و انشاءالله بعد از میان برنامه در خدمت شما از ادامه برنامه خواهیم بود. وصال حق، اسلام ناب، بدور از خرافات. عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. باز هم در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه رهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، دو آیه از آیات کلام الله مجید یا چند آیه از آیات کلام الله مجید را به خدمت شما تلاوت کردم، مبنی بر این که مشرکین قریش هم اعتراف بر این می‌کردند که الله سبحانه و تعالی مالک هستی است و تصرف تنها در دست الله تبارک و تعالی می باشد و الله متعال هست که ولایت کونی خاصه اوست. الله متعال در سوره مبارکه عنکبوت آیت 61 62 و 63 می‌فرماید ولئن سألتهم، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر تو سوال بکنی از ایشان، یعنی از مشرکین قریش، من خلق السماوات والارض، چی کسی آسمان ها و زمین را آفریده، و سخر الشمس والقمر، چی کسی آفتاب و مهتاب را مسخر گردانیده، لیقولن الله، آنها خواهند گفت که الله متعال. فانا یؤفکون، پس چرا اینها منحرف میگردند؟ پس چگونه اینها منحرف میگردند با وجودی که میدانند که الله متعال هست که خالق آسمان ها و زمین است. تسخیر آفتاب و مهتاب در دست الله هست، در قدرت الله هست، هیچ کس دخل و تصرفی در اینها ندارد. این بت‌هایی که آنها عبادت میکنند میدانند که اینها کاری نیستند که چیزی را بیافرینند، کاری نیستند که آفتاب و مهتاب را اینها اداره بکنند و در تسخیر آنها باشه. الله سبحانه و تعالی در ادامه میفرماید الله یبسط الرزق لمن یشاء، الله متعال هست که رزق را گسترده کرده و گسترده میکنه برای هر کسی که بخواهد من عباده، از بندگانش، و یقدر له، برای هر کسی که الله متعال سبحانه و تعالی بخواهد آن را تنگ میکنه. ان الله بكل شیء علیم، الله سبحانه و تعالی بر هر چیزی دانا هست. ولئن سألتهم، ای پیامبر اگر تو سوال بکنی از این مشرکین، از این افرادی که آنها در واقع خودشان را مشرکند و اینها افرادی هستند که در واقع خودشان را موحد میدانند. عجیب این که مشرکین همیشه خودشان را موحد میگویند. پیامبر صلی الله علیه و سلم را توهین میکردند، میگفتند این پیامبر دروغ میگه، ما بر حقیم. الله متعال میگه از اینها پرسان بکن که شمایی که میگویید ما بر حقیم، باز در کنار خدا کسان دیگر را عبادت میکنید و در عبادت پروردگار شریک به الله قائل میشوید. ولئن سألتهم، ای پیامبر اگر از ایشان تو سوال بکنی که من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها،
اگر تو سوال بکنی که چی کسی است که از آسمان این باران را میفرستد، آب را میفرستد، فاحیا به الارض، زمین را دوباره با آن زنده میکند، من بعد موتها، بعد از اینکه این زمین مرده، زمین مرده را دوباره زنده میکند، از آسمان آب میفرستد. این چی کسی است؟ سوال بکن از اینها. آیا خواهند گفت که لات و عزا هستند؟ نه خیر، این حرف را نمیزنند، میگویند لیقولون الله، خواهند گفت بدون شک الله همه کارها در دست اوست و او است که این کارها را انجام میده، اوست که آب را میفرسته، اوست که زمین مرده را زنده میکنه. این اعترافاتی است که مشرکین قریش کردند. آیات قرآن عظیم الشأن در این مورد مفصل هست بینندگان عزیز. قل الحمد لله، بگو ای پیامبر سپاس برای پروردگار متعال است، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثر اینها نمیدانند، تعقل نمی کنند. اگر تعقل بکنند مشکلشان حل. اصلا مشرکین متاسفانه این گونه هستند که تعقل نمی کنند، در موضوعات تعقل نمی کنند، با الله سبحانه و تعالی افراد دیگر و چیزهای دیگر را شریک قرار میدن. پیامبر علیه السلام فرستاده شدند تا اینکه شرک در الوهیت را بردارند، در مقابل مشرکینی که در الوهیت الله و در صفات الله و اسمای الله شریک برای الله قائل شده اند، اینها را پیامبر نابود بکنند. اما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این مشرکینی که در رأس قرار داشتند و مشرکین، اینها در ربوبیت الله، در این که الله رب است و دیگران رب نیستند، در این که الله خالق است و دیگران خالق نیستند، در این که الله رازق است و دیگران رازق نیستند، متفق بودند، اعتراف میکردند، عقیدهشان بود. ابو جهل نمی گفت که این لات و عزا باران را میفرستند، میگفت الله میفرستد، یا غیر ابو جهل دیگران. اما افراد امروز هستند که کفرشان و شرکشان از آنها خیلی بالاتر شده. افراد دیگر بندگان الله را که غیر از الله هستند، اونها را در جایگاه الله نشانده اند و صفت خدایی و صفت الهی و صفت ربوبیت به اونها داده اند. ولی مشرکین مکه با صراحت کامل می گفتند که الله سبحانه و تعالی است که خالق است، الله است که رازق است، الله است که همه اینها را آفریده. سبحان الله. الله تبارک و تعالی این گمراهانی که در زمان ما هستند، الله اینها را هدایت بکنه و هدایت نصیبشان بشه. آیات دیگری هم ان شاء الله برای شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت خواهم کرد، مبنی بر این که الله سبحانه و تعالی در واقع ولایت تکوینی را از غیر خود نفی می کند. اگرچه در این آیات به صورت اشاره‌ای الله سبحانه و تعالی مطالب را بیان کرد، اما با آیات واضحتر و شفافتر و صریحتر بر این که دلالت بر این می کند که ولایت تکوینی را الله سبحانه و تعالی از دیگران نفی می کند و آن را خاصه خودش می داند، که انشاءالله در برنامه بعدی با آن آیات اشاره خواهیم کرد. حالا از خدمت شما رخصت می شوم تا برنامه بعدی. همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.